بسم الله الرحمن الرحیم. بخش دوم از فصل تحلیل کمی فرآیندها رو در خدمتتون هستم. خب بذارید با این موضوع شروع کنم. تا حالا حتما همه ما و شما در واقع تجربه صف بانک یا مثلا اورژانس بیمارستان رو داشتید و با خودتون این سوالو پرسیدید یا تو ذهنتون این موضوع رو مرور کردید که چرا مثلا اینها یه نفر دیگر رو استخدام نمی‌کنن که کار سریع‌تر راه بیفته. امروز می‌خوایم در واقع دقیقاً به همین سوال پاسخ بدیم. ما توی این جلسه قصدمون این هستش که با تحلیل صف یاد بگیریم که کی باید ظرفیت رو اضافه کنیم و کی باید این افزایش ظرفیت رو متوقف کنیم. خب بذارید من چالش اصلی رو توی مدیریت صف اول خدمتتون باز کنم. ببینید ما در واقع توی تحلیل صف قصدمون مدیریت ظرفیته که مثل یک در واقع بندبازی میمونه، مثل یک بازی تعادلی میمونه که از یه طرف ما میخوایم خدمات سریع و عالی بدیم به عنوان یک کسب و کار، از طرف دیگه افزایش ظرفیتی که به واسطه اون خدمات سریع و عالی میخوایم بدیم که به واسطه استخدام نیروی جدید یا خرید تجهیزات جدید میشه، برای ما هزینه‌های سنگینی داره. تحلیل صف در واقع یک ابزار ریاضی و کمی هست که به ما میگه که آیا هزینه‌ای که برای اضافه کردن یک منبع جدید میپردازیم با سودی که از کاهش زمان انتظار به دست میاریم آیا همخونی داره یا نه. این موضوع به خصوص تو سیستم‌های خدماتی که در واقع محصول اصلیشون خدمت و سرویس هست خیلی هم حیاتی‌تر از سیستم‌های تولیدی است. ببینید توی یک کارخونه اگر یک قطعه توی صف بمونه احتمالا فقط زمانش عقب بیفته و حالا دچار مثلا پرداخت دیر کرده تولید و اینها بشه. اما توی بیمارستان یا خدماتی که مشتری منتظره، صف یعنی نارضایتی شدید، یعنی از دست دادن مشتری. گاهی اوقات در واقع کسب و کارهایی مثل بیمارستان یعنی به خطر افتادن یه سلامتی، در واقع از دست رفتن یک جان. برای همین هست که تحلیل انتظار و مدیریت صف در حوزه‌های خدماتی برای ما خیلی ضرورت بیشتری داره و به صورت استراتژیکی خیلی اهمیت بیشتری داره. بیاید با هم دیگه یک مثال معروف رو در واقع بررسی کنیم از این جهت که ببینیم که اهمیت مدیریت صف در فرآیندها چیه. خب خدمتتون عرض کنم که عذر میخوام. فکر کنید که در یه بیمارستان فقط یه پزشک توی شیفت هستش. بیماران هم به صورت کاملا تصادفی میرسن، یکی با آمبولانس خودش میرسونه اونجا، یکی خودش در واقع میاد اونجا. طبیعتا هرچی تعداد بیمارها بیشتر میشه صف هم طولانی تر میشه. حالا سوال این هستش که شما به عنوان مدیریت بیمارستان آیا باید تعداد پزشک‌ها رو از 1 نفر به 2 نفر افزایش بدید یا نه؟ برای پاسخ به این سوال در واقع ما به عنوان یک تحلیلگر فرآیند باید وارد عمل بشیم و حواسمون باشه اون چیزی که در واقع پاسخ به این سوال رو سخت میکنه نوسان ورود بیمار به سیستم و فرآیند هستش. اگر ما فقط میانگین مراجعات رو ببینیم ممکنه بگیم که خب یه پزشک کافیه، اما تحلیل صف به ما نشون میده که توزیع تصادفی ورود بیماران باعث میشه که یهو ما با هجوم بیمارها مواجه بشیم و
قاعدتا صف تشکیل میشه. پس هنر شما به عنوان یک تحلیلگر فرایند این هستش که با مدل سازی این صف‌ها بفهمید که کی سیستم داره به نقطه بحرانی میرسه. ببینید هر مدیری در سازمان، از رئیس یه بیمارستان گرفته تا مدیر عملیاتی مثلا در یک فرودگاه یا بانک، هر روز با این چالش در واقع مواجهه که آقا ما سیستم ما یا اون فرایندی که داره ران میکنه و اجرا میکنه دقیقاً چه میزان ظرفیت نیاز داره، چند تا کارمند نیاز داره، چند تا ایستگاه کاری نیاز داره، چه مقدار تجهیزات نیاز داره. اگر ما ظرفیتمون کم باشه، یعنی اگه ظرفیتمون پایین باشه، در واقع سیستم خفه میشه. به عبارتی نتیجهش چی میشه؟ یعنی انقدر بار روش ریخته میشه که دیگه نمیتونه کار کنه. این باعث میشه که زمان انتظار طولانی بشه، مشتری‌ها کلافه و ناراضی بشن، فرصت‌های تجاری و مشتری از دست رفته داشته باشیم و در فضای کسب و کار مشتری ناراضی هم یعنی خروج از فرایند، خروج از فرایند هم یعنی در واقع به دست آوردن پول برامون سخت میشه. اما اون طرف قضیه که ظرفیت زیاد هست چی؟ اگر ما بخوایم با استخدام نیروهای زیاد یا خرید تجهیزات کمک کننده این مشکل رو حل کنیم، وارد یه فضای دیگه ای میشیم. یعنی از یه چاله‌ای در میایم به یک چاهی میفتیم، وارد دره یا اون باتلاق هزینه‌های بالا میشیم. اینجا اون وقت هزینه‌های حقوق، استهلاک تجهیزات، فضای کاری که در واقع هزینه باعث بکنیم، عملا باعث میشن اون سودآوری رو چیکار کنن؟ ببلعن و کم کنن. پس هدف نهایی شما به عنوان مدیریت فرایند رسیدن به یک نقطه تعادل هست. ما دنبال نقطه‌ای هستیم که تو اون هزینه‌های عملیاتی با سطح خدمتی که ارائه میشه بهینه‌ترین نسبت رو داشته باشه. به عبارت دیگه ما به دنبال کمترین هزینه برای قابل قبول ترین سطح خدمات هستیم، نه لزوماً سریع ترین خدمت ممکن و نه لزوماً ارزان ترین حالت ممکن. اینجاست که در واقع شما به عنوان تحلیلگر فرایند یک تمایزی رو از یک کارمند معمولی پیدا میکنید. وقتی کسی تحلیل بلد نباشه شروع میکنه به حدس و گمان زدن و در بهترین حالت با میانگین در واقع مسئله‌شو حل میکنه. اما وقتی شما تحلیل بلد باشید، با مدل سازی ظرفیت میتونید این نقطه تعادل رو پیدا کنید تا سازمان در واقع اون پول و خدمتتون عرض کنم که سرمایه‌شو از دست نده، ضمن اینکه داره مشتریش رو هم حفظ میکنه. خب حالا بیایم به عنوان، برای اینکه وارد بحث بشیم، بیایم به عنوان یک مطالعه موردی یکی از سیستم‌های خدماتی که خیلی شلوغ هست معمولاً و خیلی هم اهمیت داره، یعنی اورژانس یک بیمارستان رو با همدیگه فرایندش رو کالبد شکافی کنیم. اولین موضوعی که باید بهش توجه کنیم ما ورودی سیستم هست یا نرخ ورود. ما اینجا داده ها رو جمع آوری کردیم و میدونیم که بیمارا و کسانی که وارد اورژانس میشن بر اساس یک توزیع پواسون وارد اورژانس میشن. میانگین نرخ ورودمون که همون لاندا باشه 2 بیمار در ساعته. دقت کنید که این عددی که من عرض کردم خدمتون، یعنی 2 بیمار در ساعت، یک عدد قطعی نیستش، بلکه یه عدد احتمالیه. یعنی در هر ساعت به طور متوسط 2 نفر میان. ممکنه تو یک ساعت 4 نفر بیان، تو ساعت بعد هیچ کسی نیاد. موضوع دوم که در این کیس قابل توجه هست، ظرفیت خدمت رسانی یا سرویس ریت.
پزشک ما هم که توی اورژانس هست طبق یک توزیع نمایی عمل میکنه و میانگین نرخ خدمت رسانیش میو مساوی با 3 بیمار در ساعت هستش. یعنی در حالت ایدئال اگر بیمار همیشه پشت در باشه، پزشک میتونه 3 تا بیمار در ساعت رو به طور متوسط معاینه کنه. وضعیت فعلیمون چیه؟ در حال حاضر سیستم ما فقط با یک پزشک در بخش اورژانس داره اداره میشه. چالشمون چیه؟ خب شما در مقام مدیر این بخش یا تحلیلگر فرآیند با یه دوراهی اینجا روبرو هستید. یه پیشنهادی رو در واقع روی میز دارید. اینکه آیا باید ظرفیت رو از یک پزشک به 2 پزشک افزایش بدیم یا نه؟ خب میخوایم ببینیم آیا یه پزشک داشته باشیم یا 2 پزشک داشته باشیم. خب ما میخوایم در واقع از دل همین داده ها و اطلاعاتی که خدمتتون ارائه کردم و مشاهده میکنیم بررسی کنیم که آیا 2 برابر شدن در واقع ظرفیت باعث بهبود معنادار تجربه بیماران در مواجهه با صف میشه یا نه. خب برای اینکه این موضوع رو بتونیم بررسی کنیم یه مقدار باید ورود کنیم به سیستم‌های تصادفی و منطقی که بر سیستم‌های تصادفی حاکم هست. خب ببینید ما توی در واقع اسلاید قبلی سیستم رو مدل سازی کردیم. حالا خروجی اون مدل رو که توی اسلاید قبلی در واقع ما صحبت کردیم اینجا توی این جداول به وضوح شما میبینید. اول بریم اون شکاف عملکرد رو توی این 2 حالت با هم دیگه بررسی کنید. به اون ستون اول یعنی در واقع اینجا دقت کنید. نرخ اشغال که 67% هست در نگاه اول خوب به نظر میاد، یعنی میزان شلوغی سیستم هست، یعنی 67% از ظرفیت سیستم اینجا اشغال شده. اما اتفاقی که افتاده اینه که زمان انتظار رو برای یک بیمار به 40 دقیقه در اورژانس رسونده. دقت کنید در اورژانس که از نظر استانداردهای در واقع بیمارستانی و سلامت یه فاجعه است. اینجا متوجه میشیم که ما میانگین ها نمیتونه مبنای تصمیم گیری باشه، خیلی فریبنده هستن اگر شما فقط میانگین رو در نظر بگیرید. اینجا سیستم در ظاهر خیلی آرام به نظر میرسه، اما تو واقعیت محاسبات صف نشون میده که یک صف طولانی و یک تجربه بد برای بیمار ایجاد میکنه و کسی که وارد اورژانس میشه با 40 دقیقه تأخیر میتونه بره ویزیت بشه و بهش رسیدگی بشه. اما شما اگر بیاید به 2 پزشک ظرفیت رو افزایش بدید که در ستون دوم میتونید مشاهده کنید، با اضافه کردن تنها یه پزشک دیگه نرخ اشغال رو به 33% میرسونید. خب یعنی هلوش مثلا 60% 70% ظرفیت پزشک‌ها آزاد میشه. خب اما چه اتفاقی میفته؟ تو زمان انتظار یه معجزه اتفاق میفته. زمان انتظار از 40 دقیقه به 3 تا 5 دقیقه تقریبا کاهش پیدا میکنه که این یک در واقع بهبود جهشی هست، یک ترانسفورمیشن هستش. اینجاست که در واقع تحلیل فرایند ارزش خودش رو میتونه اثبات کنه و نشون بده که یه تغییر کوچیک تو ظرفیت چقدر میتونه خروجی سیستم رو متحول کنه. اما خب یه نکته دیگه، ما داریم توی دنیای واقعی بحثمون رو ادامه میدیم. ما فقط با زمان سر و کار نداریم به عنوان مدیر بیمارستان، بلکه ما بس به تحلیل اقتصادی هم چیکار کنیم؟ توجه کنیم. یعنی اینجا فقط بحثمون مهندسی نیست، بلکه مدیریت موضوع هم برامون اهمیت داره.
ببین یک کفه ترازو در واقع میشه هزینه‌های، اگه بخوایم یک تحلیل اقتصادی داشته باشیم و منافع و مضرات این افزایش ظرفیت رو در کفه یک ترازو بگذاریم، کفه های یک ترازو بگذاریم، یک کفش میشه هزینه های نقدی استخدام پزشک دوم شامل حقوق و مزایا و بقیه موارد. اما خب یک کفه دیگه ای که وجود داره به واسطه این استخدام، اون ارزش نامشهودی هست که به واسطه رضایت بیماران اتفاق میفته، کاهش احتمالاً نرخ مرگ و میر یا خطای پزشکی و تو مرحله آخر هم کاهش اون فرسودگی شغلی پزشک اول هستش. و شما به عنوان یک تحلیلگر باید این دوتا کفه رو با هم دیگه مقایسه کنید و بر اساس این مقایسه حالا تصمیم بگیرید که آیا ظرفیت رو در واقع از 1 به 2 افزایش بدهید یا ندهید. حالا یک سوال رو تو ذهن خودتون بررسی کنید. اگر شما به عنوان مدیر بیمارستان یک همچین تحلیلی رو میدیدید، آیا فقط با کاهش زمان انتظار از 40 به 5 دقیقه بلافاصله مجوز استخدام رو صادر میکردید، یا نه مثل همین صحبتی که کردم معیارهای دیگری ها هم مثل بودجه یا اولویت های دیگه بیمارستان در این تصمیمتون دخیل میکردید؟ خب حالا بریم یه مقدار کالبد شکافی کنیم، مثلا ببینیم که چرا تأخیر رخ میده توی در واقع فرآیندها. ببینید یک تصور غلطی وجود داره که باید سعی کنیم اینو بذاریمش کنار و اون این هستش که خیلی‌ها فکر میکنن اگر یک کاری در سیستم معطل بمونه یا صفی تشکیل بشه یعنی کارمنده تنبله یا فراینده کنده. خب واقعا این تصور هست در سیستم ها که میریم، اما اینجا من میخوام توی این اسلاید به شما نشون بدم که تأخیر یا دیلی معمولاً ناشی از تنبلی نیستش، بلکه ناشی از یک چیزی تحت عنوان تداخل کاری هستش. ببینید توی دنیای ایدئال و قطعی که همه چیز قطعی هست، توی این نمودار بالایی در واقع ساعت کار به صورت قطعی اتفاق میفته. یعنی چی؟ ببینید کار اول دقیقاً وقتی تموم میشه کار دوم میرسه، یعنی سیستم بیوقفه داره کار میکنه. تو اینجا سیستم بیوقفه کار میکنه، هیچکی معطل نمیمونه و عملاً هیچ صفی هم تشکیل نمیشه. اینجا ما با یک ترافیک قطعی روبرو هستیم و به خاطر همین هست که خیلی زیباست و منظمه و کارها پشت سر هم دیگه میان و میرن. اما این اما مهمه، تو دنیای واقعی تقریبا این اتفاق نمیفته. دنیای واقعی دنیای تصادفی استوکاستیکه. به این نمودار پایینی نگاه کنید. اینجا فاصله بین کارها نامنظمه، گاهی کارها با فاصله از هم میرسن و سیستم بازم مشکل نداره، اما نکته کلیدی کجاست؟ این یعنی اون چیزی که باعث تأخیر میشه فقط نامنظم بودن نیستش. به اون لحظاتی نگاه کنید که دو تا کار خیلی نزدیک به هم میرسن، مثلا کار 2 و کار 3 تو نمودار پایین. اینجا تو این لحظه سیستم هنوز درگیر کار قبلیه. اینجا یه تداخل اتفاق میفته، یعنی یه کار جدید میرسه در حالی که منبعی که داره هنوز رو کار قبلی کار میکنه هنوز آزاد نشده. اینجا میشه نقطه‌ای که اولین بذر صف کاشته میشه. تو این اسلاید اگر بخوایم پیام اصلیش رو در واقع جمع بندی کنیم این هستش که ما
قاعدتا نمیتونیم ورودی های سیستم رو کنترل کنیم. مثلا به بیمارانمون بگیم دقیقا ساعت 9 بیان، یا مثلا چه زمانی بیمار بشن یا اورژانس نیاز پیدا کنن. پس اگر میخوایم تأخیر رو حذف کنیم، فقط به دنبال سریع کار کردن نباید باشیم، بلکه باید یک ظرفیت بافر یا یک شناوری رو، یک اسلکی رو ایجاد کنیم تا بتونیم اون نوسانات و واریانس های ورودی رو چیکار کنیم؟ جذب کنیم. حالا یک سوال میپرسم بهش فکر کنید. شما فکر کنید تو کسب و کارهایی که با انسان سر و کار دارن، مثل پزشک، وکالت، پشتیبانی مشتری، چطوری میتونیم این نوسانات رو که اجتناب ناپذیر هم هستن بدون اینکه هزینه استخدام نیروی اضافی در واقع به شرکت تحمیل کنیم بتونیم مدیریت کنیم؟ این سوالی هست که میخوایم در ادامه بحثمون بیشتر بهش بپردازیم. خب حالا میخوایم در واقع این تلاطم رو، برستینس رو در واقع با همدیگه تحلیل کنیم، بگیم که چرا این میانگینا نمیتونن واقعیت موضوع رو به ما نشون بدن. ببینید یه واقعیتی تو فرآیندها وجود داره، تو مدیریت فرآیندها، که ما خیلی وقتا با میانگین‌ها شروع میکنیم تحلیل کردن. میانگین‌ها ابزار خطرناکی هستند. ببینید شما میتونید در کل روز به طور میانگین نرخ ورودیتون مناسب باشه، اما سیستم همچنان درگیر صفهای طولانی باشه. چرا؟ چون درگیر تلاطم میشه. خب خیلی فکر میکنن اگر نرخ ورود مثلا لاندا کمتر از نرخ خدمات باشه، یعنی همون خدمتی که مثلا پزشک انجام میشه، سیستم اینجا باید خیلی روون کار کنه. اما به این نمودار نگاه کنید شما، ببینید اینجا حتی اگر مجموع کارها در طول 1 ساعت برابر باشن، اگر این کارها رو به صورت در واقع توده‌ای یا برست، یعنی همزمان پشت سر هم وارد بشن، دیگه سیستم نمیتونه به اینها در واقع پاسخ آنی بده. اون وقت اینجا ما با یه پدیده‌ای مواجهیم که تو اون منابعمون توی لحظاتی بیکارن که اینجا پزشک است، توی لحظاتی زیر بار فشار زیاد دارن در واقع له میشن و تحت استرس هستن. ببینید در این بحث تلاطم ما 2 روی سکه داریم، یا 2 تا منبع اصلی برای تلاطم میتونیم شناسایی کنیم. یکی تلاطم در ورود هست، Inter-arrival times. این در واقع همون مثال اورژانسی که داشتیم، بیماران طبق زمانبندی مهندسی شده نمیان وارد سیستم بشن، اونا معمولا موجی میان. مثلا چند تا بیمار توی یه لحظه میاد و ظرفیت آنی پزشک رو چیکار میکنه؟ درگیر میکنه به صورت کامل و یه صف مثلا تشکیل میشه. یه جای دیگه هم که تلاطم ایجاد میکنه، تلاطم تو پردازشه، پروسسینگ تایمه. اینجا نکته‌ای که معمولا فراموش میشه، مثلا ممکنه بیمار اول یه سرماخوردگی ساده باشه که اومده رفته اورژانس، اما بیمار دوم مثلا یه سکته قلبی باشه، یک سکته مغزی باشه، یک دلدرد پیچیده‌ای باشه و مثلا 20 دقیقه طول بکشه. این تغییر در سختی کار دقیقاً مثل نوسان در ظرفیت سیستم عمل میکنه. پس ببینید وقتی صف تشکیل میشه، دنبال ناکارآمدی کارکنانتون و تنبلی کارکنان نگردید. شما از دنبال تلاطم بگردید، ببینید که آیا ورود کارها قابل پیش بینی هست یا نیست، یا اگر جنس کارها خیلی متنوع، در واقع صف قاعدتا ویژگی ذاتی سیستم شما میشه، نه یک در واقع مشکل کارمندی.
خب حالا یک پارادوکسی برای بهره برداری وجود داره که قبلا هم اشاره کردم بهش، اینکه ظرفیت منابع 100% استفاده بشه، یعنی یوتیلیزیشن 100% باشد یا خیر. ببینید بیایم با یک تعریف شروع کنیم تحت عنوان بهره برداری کامل یا یوتیلیزیشن 100%. تو دنیای ماشینالات صنعتی وقتی یه دستگاه 100% کار میکنه یا بهره وریش یا یوتیلیزیشنش بهتره بگم 100% کار میکنه، ما بهش میگیم بهره وریش حد اکثریه. اما تو دنیای خدمات و سرویس مثل اورژانس، بانک، کال سنترها، این نوع تفکر که ما باید با ظرفیت 100% کار کنیم عملاً یک طلسم برای ما. چرا؟ چون اولا که ناپایداری و عدم قطعیت دقیقاً در کمین شماست. وقتی ما به 100% بهره برداری نزدیک میشیم، سیستم دیگه هیچ نفسی نمیتونه بکشه. هیچ زمانی برای یه خطای کوچیک، برای یه بیماری که دیر رسیده یا برای یک معاینه‌ای که زمان میبره و پیچیده‌تره دیگه وجود نداره. توی همچین سیستمی تأخیر دیگه یه خطا نیست، بلکه یه تبدیل میشه به یک روند دائمی که در سیستم وجود داره. به محض اینکه یه نفر دیر میکنه در واقع کل روز پزشک از دست میره، بعد صف‌ها شکل میگیرن و این ناپایداری شدید و تبعاتی که خدمتتون عرض کردم. بهره برداری بالا برخلاف تصور بیشتر یک اتلاف بزرگه. یعنی مدیری که به دنبال بهره برداری 95% از منابعش در واقع هست توی محیط‌های خدماتی، در واقع داره زمان انتظار مشتریاش رو به صورت نمایی افزایش میده. به این نمودار کوچیکی که توی اسلاید هست نگاه کنید شما. وقتی نرخ بهره برداری پایین هست، مثلا 50%، بین کارها فاصله داریم و سیستم خیلی آروم داره کار میکنه. اما وقتی این نرخ به 90 یا 95% میرسه، اونقدر همه چیز فشرده میشه که کوچکترین تلاطمی که در اسلاید قبل دیدیم کل برنامه رو چیکار میکنه؟ تحت تاثیر قرار میده. یه قانون طلایی وجود داره، قانون طلایی 70 تا 80%، که میگه در سیستم های خدماتی ما دنبال نقطه بهینه هستیم، نه نقطه حد اکثر. تحقیقات نشون میده که بهره برداری 70 تا 80% یه نقطه طلایی برای یوتیلیزیشن منابع، یعنی 20 تا 30% باقی مونده رو باید ما نگه داریم. برای چی؟ به عنوان یک سرمایه استراتژیک، نه به عنوان هدر رفتن منابع. در واقع ما از این سرمایه استراتژیک و این 20 تا 30% ظرفیت خالی منابعمون داریم استفاده میکنیم که تلاطم‌های در ورودی یا تلاطم‌های در پردازش رو بتونیم مدیریت کنیم. خب فرایند پواسون فرایندی هستش که ما برای اینکه ببینید تا اینجا فهمیدیم که خب تو چه دنیایی داریم کار میکنیم. تو یک دنیایی که تلاطم وجود داره و تصادفی بودن ریشه اصلی تشکیل صف هست. خب حالا ما میخوایم یه چیزی که ذاتاً تصادفی هست رو تحلیل کنیم. برای تحلیل فرایند پواسون یا توزیع پواسون میتونه خیلی به ما کمک کنه که این تحلیل رو انجام بدیم. وقتی ما میگیم که ورود مشتری هامون مثلا تماس های تلفنی یا بیماران اورژانس یک فرایند پواسون هست، در واقع داریم 3 تا ویژگی رو در دنیای مدیریت فرایند تعریف میکنیم. یکی خاصیت بی‌حافظه بودن فرایند
پواسون باشه. بی حافظه بودن یعنی که سیستم گذشته رو چیکار میکنه؟ فراموش میکنه. مثلا اگر میانگین ورود مشتریان هر 30 دقیقه یک بار باشه و شما 20 دقیقه منتظر موندید و کسی نیومده، احتمال اینکه در دقیقه بعدی یکی بیاد دقیقاً همون قدری هست که در دقیقه اول بوده. یعنی سیستم به شما نمیگه که چون خیلی وقت کسی نیومده پس الان حتما یکی میاد. هر لحظه یه شروع کاملا جدید برای سیستم. ویژگی دوم این فرایند استقلال و ایستاییشه. یعنی اتفاقاتی که در ساعت 10 تا 11 صبح مثلا میفته هیچ ارتباطی به اتفاقاتی که ساعت 11 تا 12 میفته نداره. همینطور اون نرخ میانگینی که ما داشتیم مثلا اون لامدا مساوی با 2 در طول بازه تحلیلمون هم ثابت میمونه. اینجا به ما این اجازه رو میده که یک ساختار قابل پیش بینی تو دل اون تلاطم ها رو بتونیم پیدا کنیم. ویژگی سوم این فرایند برای ما توزیع نمایی زمان بین ورودها هستش. تو فرآیند پواسون زمان بین دو ورود متوالی از توزیع نمایی پیروی میکنه که یک منهای ای به توان منهای لامدا تی هستش که حالا توی فرمول توی این بخش شما مشاهده میکنیم. این فرمول به ما داره چی میگه؟ میگه احتمال ورودی های بسیار نزدیک به هم که همون تلاطم رو شکل میده چقدر هستش. یعنی احتمال این که مثلا رسیدن از مثلا هر 2 دقیقه در واقع کارها برسن و این تداخل ایجاد بشه. خب چرا ما داریم از پواسون استفاده میکنیم؟ اول اینکه خب به واقعیت خیلی نزدیکه، به لحاظ تحلیلی هم قابل حل هستش و میتونیم از این در واقع روابط به خوبی استفاده کنیم برای مدیریت صف. یعنی واقع گرایانه هست، تحلیل پذیر هست و میتونیم در واقع ورودی های ناگهانی و غیر قابل پیش بینی رو با فرضیاتی که عرض کردیم مدل سازی کنیم. خب حالا بیایم یه نگاهی هم به توضیح هایی که داریم داشته باشیم، یه مقدار ببینیم که این توزیع نمایی در واقع چطوری باعث میشه که صف تشکیل بشه. به این نمودار با دقت نگاه کنید. محور افقی یا X نشون دهنده زمان بین دوتا ورود هستش و محور عمودی نشان دهنده احتمال رخ دادن اون زمانه. 3 تا نکته کلیدی توی این نمودار وجود داره. یکی اون تراکمی که در سمت چپ در زمانهای کوتاه وجود داره. ببینید بیشترین مقدار نمودار در نزدیکی عدد 0 اتفاق میفته. درسته؟ این یعنی که تو فرآیند پواسون بیشترین احتمال این هستش که زمان بین دو ورود خیلی کوتاه باشه. به زبان ساده تر اگه بخوام این رو بگم، مشتری‌ها تمایل دارن که پشت سر هم و به صورت خوشه‌ای وارد سیستم بشن. وقتی مثلا 2 یا 3 تا مشتری به فاصله زمانی خیلی کم، یعنی نزدیک به 0 وارد سیستم میشن، در حالی که منبع ما هنوز تو حال خدمت رسانی به اون نفر اوله، عملا چی تشکیل میشه؟ صف تشکیل میشه. نکته دوم اثر نرخ ورود هست، لامدا. ما اینجا 3 تا منحنی با رنگ‌های مختلف داریم. وقتی لامدا 1.5 هست، یعنی منحنی آبی، نرخ ورودمون بالاست. نمودار رو نگاه کنید، در ابتدا بسیار بلندتره نسبت به بقیه نمودارها، یعنی احتمال ورودی های خیلی سریع و پشت سر هم چی میشه؟
زیاد میشه. وقتی لامدا نیم میشه یا منحنی قرمز رنگ رو ببینید، ورودی ها دارن با فاصله بیشتری رخ میدن و نمودار پهن میشه، در واقع میخوابه روی محور افقی بیشتر میادش. نکته سوم اون دم توزیع ها هست، اون دم طولانی توزیع ها هست. وقتی ببینید نمودار به سمت راست ادامه پیدا میکنه اما هیچ وقت به صفر نمیرسه. این یعنی هرچند احتمالش کمه اما ممکن هست گاهی بین دو ورود فاصله زیادی بیفته، مثلا نیم ساعت تو سیستم هیچکی نیاد، اما مشکل اینجاست که اون زمانهای کوتاهی که تو سمت چپ داریم خیلی زودتر از این که زمانهای بلند بتونن سیستم رو تخلیه کنن باعث ایجاد صف میشه. خب حالا بیایم تحلیل حساسیت نرخ ورودمون رو هم داشته باشیم. ببینید بیاید رفتار این منحنی‌ها رو توی دنیای واقعی نگاه کنیم و ببینیم که چطوری در فرایند ما عمل میکنن. ما اینجا با یک نرخ ورود که همون لامدا هست سر کار داریم که میزان ورود در یک ساعتی رو به سیستم یا به فرآیند نشون میده. اینجا مثلا مثال بانک رو داریم ما که داره تفاوت حالتهای مختلف رو توی لانداهای مختلف نشون میده. منحنی آبی لاندامون مساوی با 1.5، نرخ ورودمون بالاست، وضعیت پرفشاره. اینجا میبینید که یه شیب تند داریم. وقتی نرخ ورود بالاست منحنی با قدرت در زمانهای نزدیک به صفر در واقع چی میشه؟ قرار میگیره و صف رو بیشتر تشکیل میده. این یعنی احتمال اینکه مشتری بعدی بلافاصله بعد از مشتری قبلی وارد بشه چی میشه؟ زیاد میشه و این همون تلاطم رو افزایش میده. تو این حالت سیستم دقیقاً تحت فشاره و به اصطلاح ورودی هامون پشت سر هم دیگه دارن رخ میدن. تو همچین شرایطی منبع ما مثلا تحویلدار بانک یا اون فردی که پشت باجه نشسته حتی فرصت دیگه نمیکنه سرشو بخارونه، در تعبیر عامی که همه دارن. اما اون منحنی قرمز رو نگاه کنید که لامدا مساوی با نیم هست. اینجا وضعیت خیلی آرومه، نرخ ورود کمه، توزیع گسترده تر میشه. چرا؟ چون فاصله زمانی بین ورودی‌ها تمایل داره که طولانی تر بشه. تو این حالت احتمال وقوع فواصل زمانی مثلا میشه 2 دقیقه، 3 دقیقه، 4 دقیقه. خب خیلی بیشتر از حالت آبی هستش. اینجا اون جایی هست که سیستم فرصت پیدا میکنه که تخلیه بشه و یه مقدار استراحت کنه. دقت کنید که در توزیع نمایی منفی که اینجا ما داریم هرچه لامدا بزرگتر بشه منحنی سریعتر به سمت صفر میل میکنه. معنای مدیریتیش چیه؟ یعنی میگه وقتی نرخ‌های ورودیمون بالا هست پیش بینی ناپذیری و تلاطم هم به شدت افزایش پیدا میکنه. یعنی نه تنها مشتری بیشتری میان بلکه فاصله بین اومدن اونها هم به شدت غیر قابل جبران میشه. خب این هم در واقع توضیحاتی بود که خدمتتون عرض کردم. حالا برای اینکه ما بتونیم یک فرایند رو مثل اورژانس، بانک یا یک خط تولید رو تحلیل کنیم باید اون رو بتونیم در قالب یک مدل ریاضی توصیفش کنیم. هر سیستمی فارغ از در واقع جزئیاتی که داره با 3 پارامتر کلیدی در سیستم های صف تحلیل میشه. یکیش نرخ ورود هست که نرخ ورود در واقع اون فشار وارد شده به سیستم رو داره نشون میده. لامدا یعنی به طور میانگین در یک واحد زمانی مثلا ساعت، روز یا دقیقه
چند تا مورد و کیس جدید وارد فرایند میشن. ببینید لاندا یه نرخه نه زمان، یعنی اگر مشتری ها هر 30 دقیقه بیان، نرخ ورود ما میشه 2 نفر در ساعت. تو تحلیل ها همیشه باید این واحد زمانی رو ثابت نگه داریم، مثلا همه چیز رو یا به ساعت ببریم جلو یا همه چیز رو به دقیقه. پارامتر دوم میشه نرخ خدمت یا مو یا میو. در واقع مو قدرت پاسخدهی هر منبع هستش. در واقع مو ظرفیت عملیاتی یک واحد از منبع ما هستش. اشتباه رایجی که وجود داره این هستش که مو رو با ظرفیت کل اشتباه میگیرن. مو یعنی اگر فقط یه باجه یا یه دکتر داشته باشیم با چه سرعتی میتونه کار کنه، یا اون نرخ سرویس دهیش رو مشخص میکنه. برای مثال اگر درمان هر بیمار 20 دقیقه طول بکشه، نرخ سرویس دهی یا مو دکتر برابر با 3 بیمار در ساعت میشه. پارامتر سوم تعداد سرورهاست که در واقع مقیاس پذیری سیستم رو داره نشون میده. یعنی چی؟ یعنی تعداد منابع موازی که همزمان میتونن در واقع کار کنن، مثلا یه پزشک، 2 پزشک، 3 پزشک. این تعداد خدمت دهنده ها رو داره نشون میده. تو دنیای بی پی ام یا مدیریت فرآیند، افزایش سی برای ما خیلی در واقع هزینه داره، یا بهتر بگم هزینه برترین راه برای کاهش صف افزایش سی هست. ما معمولا اول در مدیریت فرآیند سعی میکنیم که مو رو بهبود بدیم، یعنی بهره‌وری رو بهبود بدیم یا نرخ خدمت دهی رو بهبود بدیم. بعد اگه نشد به سراغ افزایش سی میریم. تصویر بالای اسلاید رو مشاهده بکنید، دیاگرام دقت کنید. اینجا سیستمی که ما داریم از 2 تا بخش اصلی تشکیل میشه. یکی اون بخش مستطیل هست که ویتینگه، یعنی جایی که مشتری وارد میشه اما هنوز سرویس نمیگیره. اینجا همون بافر یا صف ما هست. یه بخش دایره‌ای رنگ و دایره‌ای شکل و بیضی شکل داریم اینجا که سرویس رو داره تداعی میکنه، یعنی جایی که پردازش واقعی توسط 30 تا سرور، 30 منظورم 30 انگلیسی سرور داره اتفاق میفته. حالا برای اینکه بحث بعدیمون رو بتونیم شروع کنیم، سوال اینه که اگر توی این سیستم لاندامون 4 باشه، یعنی 4 نفر در ساعت وارد سیستم بشن و ما 2 تا سرور داشته باشیم که هر کدوم دارن با مو مساوی با 3، یعنی نرخ خدمت دهیشون 3 نفر در ساعت باشن، اون وقت ظرفیت کل سیستم چقدره؟ که خب برابر با 6 خواهد شد. در ظاهر اینجا ظرفیت 6 از تقاضا بیشتره که 4، تقاضا 4، ظرفیت سیستم 6. حالا سوال پیش میاد که آیا با این وجود بازم احتمال داره که صف تشکیل بشه یا نه، که حالا باید با همدیگه این رو بررسی کنیم. یه نکته ای رو هم اشاره کنم که باید دقت کنید. بهره برداری یا یوتیلیزیشن سیستم هست. یوتیلیزیشن سیستم تو اینجا از حاصل تقسیم لاندا تقسیم بر در واقع ظرفیت کل سیستم، یعنی سی ضرب در مو به دست میاد. اگر این عدد بزرگتر یا مساوی 1 باشه، صف به سمت بی‌نهایت میره، یعنی سیستم ناپایدار میشه، و اگه کمتر باشه خب این اتفاق نمیافته. خب حالا که یاد گرفتیم چطور ویژگی‌های یک سیستم رو با لاندا، مو و سی بیان کنیم، نوبت به سوال اصلی مدیریتی ما میرسه و اون چی هست؟
و اون اینکه مشتری چقدر معطل میشه و چند نفر تو سیستم گیر میکنن. به این دیاگرام بالا و نمادهایی که داریم با دقت نگاه کنیم. ما دو تا لایه تحلیلی داریم. یکی لایه صف هست که waiting areas یعنی این قسمت، و یکی هم لایه کل سیستم یعنی صف و سرورها هست. تو لایه صف ما با پیشوند Q که مخفف صف هست سر و کار داریم. W اندیس WQ زمان انتظار در صف است. waiting time در صف Q، این زمانی که مشتری فقط منتظر تا نوبتش بشه. این دقیقا همون زمانی که مشتری اون رو در واقع اینجا زمان انتظار در صف هستش. LQ طول صفه، یعنی تعداد افرادی که در صف ایستادن. این عدد در واقع برای طراحی فضای فیزیکی و مثلا تعداد صندلی‌های انتظار اینا خیلی میتونه مهم باشه. حالا میریم تو لایه کل سیستم که W رو داریم. W زمان کل یا سایکل تایم کل سیستم، یعنی زمان از لحظه ورود به اون ساختمان تا لحظه خروجه. W به لحاظ فرمولی مساوی است با WQ به اضافه 1 تقسیم بر مو، یعنی زمان صف به اضافه زمان سرویس. L اینجا چی هست؟ تعداد کل یا work in process، یعنی مجموع افرادی که در صف هستن و افرادی که همین حالا زیر دست اپراتوره یا پزشک دارن کار میکنن. شاخص کلیدی تصمیم گیری ما هم رو یا بهره برداری هستش. شاید مهمترین عددی که برای مدیر در واقع قابل توجه همین روه هست. نشون میده که منابع ما چند درصد از زمان خودشون رو واقعا دارن کار میکنن. در فرایندهایی با ماهیت تصادفی اگر رو به 1 نزدیک بشه، WQ یا صف زمان انتظار نه به صورت خطی بلکه به صورت نمایی افزایش پیدا میکنه و اون اتفاقاتی که توی اسلاید قبلی گفتم خواهد افتاد. دقت کنید که خب بچه دنیای صف ها خیلی متنوعه و شما از صف نونوایی گرفته تا پردازش داده ها توی یک سرور ابری در واقع با بحث صف روبرو هست. برای اینکه بدونیم از کدوم فرمول ریاضی باید استفاده کنیم، از یه فرمت استاندارد A خط فاصله B خط فاصله C استفاده می‌کنیم که این 3 تا حرف هویت فرایند تصادفی ما یا صف ما رو تشکیل میدن. جایگاه A تو این قسمت توزیع ورودی ها رو داره نشون میده که مشتری ها با چه نظمی دارن میان. آیا مثل قطار ساعت مشخصی دارن یا نه کاملا تصادفی هن. جایگاه B توزیع در واقع سرویس دهی رو نشون میده که زمان انجام کار چقدر نوسان داره. آیا کارها همیشه 10 دقیقه طول میکشه یا مثلا یک کار 2 دقیقه، یک کار بعدی 40 دقیقه، یعنی توزیع احتمالی اون رو نشون. جایگاه C هم در واقع تعداد سرورها یا تعداد منابعی که همزمان به صورت موازی دارن به مشتریان و به ورودی های فرآیند سرویس میدن رو نشون میده. معمولا رایج‌ترین مدلی که ما داریم مدل MM1 هستش. در واقع این M اول مموری لس بودن هست، M دوم هم دوباره مموری لس بودن هستش. این حروف دارن این رو به ما نشون میدن که اون M اول یا مموری لس بودن به معنای بی حافظه بودنه که برای در واقع توزیع نمایی استفاده میشه. یعنی ورودی ها کاملا تصادفی و مستقل از هم هستن که اینجا یک فرایند پواسون هست، یعنی سیستم به یاد نمیاره که مشتری قبلیش کی اومده. M دوم زمان
سرویس دهیه که این هم تصادفیه و از توزیع نمایی داره استفاده میکنه. پس اولی مموری لس، دومی مموری لس، اولی توزیعش پواسون، دومی توزیعش نمایی هستش. که این توزیع نمایی معناش اینه که سختی کارها یکسان نیست. ممکنه یک کاری 2 دقیقه طول بکشه، یک کاری 40 دقیقه طول بکشه. عدد یک هم یعنی ما فقط یک سرور یا یک خدمت دهنده داریم. چرا درک این نماد مهمه؟ ببین وقتی شما میگید سیستم فرایند من یا سیستم صفی که توی این فعالیت از فرایند دارم MM1 هست، یعنی دارید میگید که آقا من تو ورودی ها تلاطم دارم، در زمان انجام کار هم نوسان دارم، فقط هم یه منبع دارم و حالا میخواد با این شرایط تحلیل صف رو انجام بدیم. خدمتتون عرض کنم که اینجا میرسیم به یک بخش کاربردی که از تحلیل صف میخوایم داشته باشیم و مدل MM1 رو با همدیگه یه مقدار بیشتر بررسی کنیم. اول بپردازیم به ضریب بهره برداری یا رو. رو اون مرزی هست که نشون میده که فرایند آیا پایدار هست یا در حال فروپاشی و صفهای طولانی میخواد تشکیل بشه. رو در واقع همونطور که مشاهده میکنید حاصل تقسیم لاندا بر مو هستش. اگر لاندا که تقاضا هست به مو که ظرفیت در واقع سرویس دهی هست نزدیک بشه، چه اتفاقی میفته؟ مخرج کسر در فرمولهای پایین یعنی یک منهای رو به سمت صفر میل میکنه. وقتی مخرج به سمت صفر نزدیک میشه، مقدار کل کسرمون یعنی اینجا صف چی میشه؟ میره به سمت بی نهایت. یعنی در مدل MM1 شما به هیچ وجه نباید منبع رو با ظرفیت 100% به کار بگیرید، چون صفتون بی انتها افزایش پیدا میکنه. حالا بیاید تحلیل طول صف رو نگاه کنید. اینجا یک توان 2 وجود داره در طول صف، خب که در واقع یک حالت جادویی رو به شما میده. ببینید حضور توان 2 رو تو صورت کسر این پیام رو داره که ما با یک افزایش اندکی در بهره برداری طول صف رو به صورت غیر خطی و بسیار سریع رشد میدیمش. یعنی وقتی بهره برداری، ببینید بهره وری نه، یوتیلیزیشن منبع رو دارم میگم خدمتتون. یعنی وقتی بهره برداری مثلا از 80% به 90% میرسه، یعنی فقط 10% افزایش داریم، اما طول صف تقریبا 2 برابر میشه. زمان انتظار هم همینطور. این فرمول چی داره به ما میگه؟ داره میگه مشتری چقدر در صف میمونه. حالا این WQ تابعی از تفاوت بین نرخ خدمت و نرخ وروده. هر چقدر این دوتا عدد به هم نزدیکتر بشن، زمان انتظار هم چی میشه؟ به شدت افزایش پیدا میکنه. یعنی مو و لاندا هر چقدر به هم نزدیک بشن، صورت کسر در واقع به مخرج کسر به صفر نزدیک میشه و WQ به بی نهایت میل میکنه. حالا ما همین در واقع توضیحات رو برای زمانی که MMC هستیم، یعنی تعداد سرورهامون به عدد 30 هم میرسه، توی اسلاید مشاهده میکنیم. حالا برای اینکه این در واقع بتونید از ابزارهای مختلف استفاده کنید، این سایت هایی که مشاهده میکنید یا اکسلی که مشاهده میکنید به شما این محاسبات توزیع صف رو در MMC نمایش میده. حالا بریم سراغ همون مسئله‌ای که داشتیم توی اورژانس که در ابتدای جلسه مطرح کردم، MM1 یا MM2 با توضیحات و ورودی هایی که داشتیم.
اگر اینجا یک مقایسه‌ای بکنیم، ما یک کالبد شکافی کنیم ببینیم اضافه کردن آیا یک پزشک چطوری میتونه اتمسفر یک بیمارستان رو تغییر بده، توی این اسلاید میتونید مشاهده کنید. به جدول نگاه کنید. ما با 2 برابر شدن تعداد پزشکا زمان انتظار در صف رو از 40 به 2.5 دقیقه کاهش میدیم. این یعنی یک کاهش 94% در زمان معطلی بیماران. تو حالت اول یک پزشک بهره برداریش 67%، یعنی پزشک در هر ساعت 20 دقیقه وقت آزاد داره. تو حالت دوم بهره برداریش به 33% کاهش پیدا میکنه، یعنی پزشک داره تو هر ساعت 40 دقیقه وقت آزاد داره. اگر شما از منظر مدیر هزینه محور نگاه کنید، میگید آقا این فاجعه است، ما داریم حقوق میدیم، پزشک هم 2/3 وقتش رو بیکاره. اما اگر شما یک تحلیلگر یا مدیر ارزش محور باشید، یعنی به خروجی سیستم نگاه کنید، میگید نه آقا ما داریم برای اون 33% در واقع حقوق میدیم تا مطمئن بشیم وقتی بیمار با حال وخیم وارد اورژانس میشه یه پزشکی آزاد باشه به احتمال زیاد تا به اون رسیدگی کنه. در واقع اون وقت آزاده بیکاری نیست، بلکه ردینس سیستمه، آمادگی برای پاسخگویی به سیستمه. اثر در واقع این کارمون رو تو جریان کل کار یا کار در جریان WIP بخوایم بررسی کنیم، می‌بینیم تعداد کل بیماران حاضر تو اورژانس از 2 نفر به 75 نفر کاهش پیدا میکنه. یعنی اورژانسمون چی میشه؟ خلوت‌تر میشه و استرس محیط کمتر میشه، تمرکز پزشک برای در واقع ویزیت بهتر افزایش پیدا میکنه و خب خروجی های بهتری. وقتی سیستم خلوت میشه احتمال بروز خطای پزشکی هم که ناشی از اون فشار صف و عجله هست به شدت کاهش پیدا میکنه. حالا نتیجه گیری نهایی، آیا پزشک دوم رو استخدام بکنیم یا نه؟ از منظر تجربه مشتری و ایمنی بیمار قاطعانه میتونیم بگیم بله. تحلیل کمی هم به ما اثبات کرد که با صرف هزینه حقوق 1 نفر اضافه نه تنها یه بهبود جزئی بلکه یک جهش کیفی در طول صف میتونیم ما داشته باشیم. ببینید مدل های صف خب خیلی تحلیل های جالبی میتونن به ما بدن، ابزارهای مفیدی برای تحلیل زمان انتظار و در نتیجه زمان چرخه فرایندن، اما توانایی های اونها یه محدودیت هایی هم داره مثل بقیه ابزارها، مثل همون محدودیت هایی که در تحلیل جریان گفتیم. این مدل ها معمولا نمیتونن هزینه ها یا شاخص های کیفیت رو بررسی کنن. برای مثال با این مدل ها ما نمیتونیم به طور مستقیم محاسبه کنیم که منتظر موندن یه نفر چه هزینه ای رو داره یا این تأخیر چه اثری بر رضایت بیمار میذاره یا کیفیت خدمت در اثر شلوغی سیستم چطوری تغییر میکنه. بنابراین تمرکز اصلی مدل‌های صف فقط بر زمانه و هزینه و کیفیت رو در نظر نمیگیره. محدودیت دیگه‌ای که وجود داره اینه که این مدل‌ها فقط برای تحلیل یه فعالیت در یک زمان، اونم با یه منبع مناسبن. یعنی معمولاً فرض میکنن که فقط یه ایستگاه، مثلا یه پزشک یا یه گیشه در حال خدمت‌دهیه و فقط یک نوع فعالیت مثلا پذیرش یا درمان تو سیستم وجود داره. اما تو دنیای واقعی شما دیدید که فرآیندها خیلی پیچیده‌اند، از چند فعالیت و از چند منبع تشکیل میشن. مثلا ممکنه شامل ثبت نام، معاینه، پرداخت و همزمان توسط در واقع چند تا کار همزمان توسط پذیرش و پزشک و پرستار و صندوقدار داره انجام میشه. برای همین هم هستش که مدل‌های صف ساده
که ما بررسی کردیم نمیتونن کل فرایند رو به طور کامل مدل سازی کنن، که معمولا این محدودیت ها با شبیه سازی فرایند رفع میشن، چون شبیه سازی فرایند میتونه رفتار واقعی تر و چند مرحله‌ای سیستم رو که به همدیگه وابسته هستن رو بهتر مدل کنه، که این موضوعی هست که انشالله در بخش بعدی در واقع این فصل خدمتون توضیح خواهم داد. موفق باشید در پناه خدا تا جلسه بعد. خدا نگهدار.